بیاین بوی چی نغمه؟ ایتا وقتا سرما و لولا کدی و کارفار کدی و ساترت کنی؟ مردک سطر در بیرون در تلفن گوش کردم یا مولا گفت که برای شوهراتون خودتون آرایش کنین خوشبویی کنین خوشرو کنین مولا راست میگه راست میگه مولا گپی درست من گفته برای شما را کردم آفرین خیلی بیرون که برو مدی البته سطر در دو نبرویا در پیش ما اجازت خوشرو کخته خان تزن خیلی دیگه پارمون یکمش تیار داری بیار که بخیری؟ گذارن شما مردک ما حاضر یا بسم الله الرحمن الرحیم نکن میزنی مخصوب تیار دیده ای روز برای ما همین اخیر مولا امر معروف میکنن خوری خوب میکنن اخوی اینا همین زنه که میفهم دیگه خودش میفهمه اینا فهمیدی یعنی خوش به حالشون خوش به حالشون لیکن همین روز مولا در مسجد نصیحت های خوش رو کرد گفت که زناتون رو تعریف کنین گفت که زناتون رو خرسان کنین گپای خوش خدش گپ زنین زناتون رو وقت تعریف کنین که زناتون شما رو دوست بدارن اونا باید مولا میگه که در دهنی زنت اگر مویز بمونی چقدر خرسان میشود از بیای دهشتن مویز میمونن آمده بیا بیا این اوقات ما تیار زنده باشی زنده باشی آش شود زنک لبای همین مویزه کن دستی من اینه برای چی؟ خاک دست من کانا بسم الله الرحمن الرحیم بگیرین آش شود در دستکات جانم اوقات پزه شوربا پزه بیا بیا نمک مایل میگفتن در درون شکر چاشیده باشی اینقدر شوربای شیرین من نخوردم در دستات جانم اوقات پز شوربا پز در دستکات جانم شوربا پزه همین 10 سال ما شوربا پختم خطی زندگی کم همه نمود اوقات پختم یک بار تعریفم نکردی یک باره که همسایه اوقات آورده است اینقدر تعریف میکنی شرمنده شدیم کو انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهری مسکو بوده با شما توصیه میتونم شرکت محیدینه مرامدین رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین آفیسشون در مترو ودنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها البته ماشین نو و زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد